ما در دوشنبه زندگی داریم، در اگر ناحیه دوردست باشه میگن که ما در قشلاقیم، نه که میخواد خیلی دوشنبه شدی لیمیت خود 5 روز زیاد شد که لیمیت داریم. هر روز میکشن ما را، هر روز. این همین روزی برف ما نداشتیم سیر گودکاکا دیدن چه یخ کدگان همه اینا گودکاکا او دا میفرن ای حولیا او میگیرن میرون. یا پم داولنی زدگی از ما میسیم که سویت کای میشوه ما 13 عاشورا در زندگی میکنم من مسلمانو را گشته نمیتونم روزی میشه گریه میکنم در نمی تمشینمو کای سویت میشوه بعد ما میبریم. نه آب دارن و نه لیفت کار میکند. هم نیست آبم نیست دادر جون پلیس سویت آبات میبیاد پس یعنی دو دستیم آخه خودم نمیترسم مینه آدم میتری نمخورد آخی توبه. در یک شب چند ساعت سویت میتونید؟ دینه 8 ساعت سویت نبود همین روز بعد. صدف ما سفر و 1 سال قبل با امید زندگی بهتر این منزل را خرید، اما بی‌برقی او و 5 فرزندش را در میان 4 دیواری بیتانه در شرایط سخت گذاشته است. شاومشا سوید مردگی دختر سینفیده دارم، انگه ندارم، مکتب تماما رفته نمیتونه، تسب تاو میکنه، چیکارش کنیم دیگه؟ هیچی مختم کسالی قندم پا همه با یک سوزاک چیکار کنیم؟ یگان شرایط نداریم دیگه. محمد رافع حالا 1 ماه نشده است. او را چند قبض لباس پیچاندند که در سردی بیمار نشود. خانه های سرد و تاریک در روزهای سردترین سال. اینجا بلند آشیانه در پهلوی بازار کاروانی دوشنبه است. کمبود برق بعضی ها را مجبور به ترک دوشنبه کرده است. بیچاره رفته سای. برای ساکنان دوشنبه کمتر پیش می آمد. تاجیکستان با وجود ذخیره‌های بزرگ آبی نتوانسته است کمبود برق را از بین برد. مقامات عیب را به بارشات ربط می‌دهند، اما برخی ها سبب را در فروش برق به کشورهای همسایه می‌دانند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. 6 عضو یک خانواده در شهر دوشنبه بر اثر زهرالودشوی از دودی انگشت جان باختند. حادثه شب 27 فوریه در محله معروف با گرانزاود نوحیه فردوسی پایتخت رخ داده است. در کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان صبح 29 ینور این خبر را به رادیو آزادی تصدیق کردند. به اطلاع این منبع 6 عضو یک خانواده، پدر، مادر و 4 فرزند آنها بر اثر زهرالودشوی از دود غلیظ انگشت به هلاکت رسیدند. گفته می شود که همه این افراد شبانه زهرآلود شده، ولی ساعت‌های تقریبا 11 روز 28 فوریه همسایه‌ها از این فاجعه آگاه شدند. طبق معلوماتی که به دست این رسانه رسیده است، این افراد فوراً به بیمارخانه استقلال انتقال داده می شوند. در شبکه‌های اجتماعی نوارهایی که از مراسم جنازه این خانواده چرخ می‌زند گفته می شود که قربانیان این حادثه روز چهارشنبه به خاک سپرده شدند. همه ساله با فرارسیدن هوای سرد ساکنان روستاهای تاجیکستان خانه‌های خود را با هیزم و انگشت گرم می‌کنند. در بعضی موردها رعایت نکردن قاعده‌های بخطری به این گونه فاجعه‌ها انجام می‌یابد.